قیاس و گمان و وهم 4 چیز تذکر داشتن. 4 طرف دنیا را اصلی خلقتی آدمیزاد که از 4 اصل است برای همین گفت. آدمیزاد اشارت کرده بابای شیخ حضرت شیخ سعدی رحمت الله علیه. ای بالاتر از عقل و قیاس و گمان و وهم و از هر چی خوانده ایم و دیده ایم و شنیده ایم، از هر چی خواندیم، از هر چی دیدیم، از هر چی شنیدیم، از او هم بالاتر است که خداوندا. که خداوند بسیار علی و اعلا است، بسیار برای همه خداوند در چندین آیه قرآنی گفته است تبارک الله، بسیار بلند عالی است. ذات او را عقل انسان و قیاس و گمان و وهمش، کتابت دانش دیدن و دانستنش، پرسیدن و خواندن و گشتنش در عقل قوتی آوردن ندارد، مگر آن مقداره که در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفت خدایا که پدر تو با ما آشنا کردی، مثل بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، بگو ای محمد که الله احد است، یک و یگانه است. الله الصمد، تو بی نیاز هستی در تو خلق مخلوقات، عالم ها و زمین و آسمان ها، جبرائیل و میکائیل اسرافیل و عزرائیل علیه السلام، مخلوقات و موجودات و چیز احتیاج نداره خدایا. آن مقداری که تو خود را آشنا کردی ما آن مقدار قوتی برداشته عقل انسانی ذات تو را تحمل کرده می تواند خدایا. و آن مقداری که معلم بشریت، ترجمان قرآن رحمتا للعالمین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، آن مقداری که تو را برای ساده فهم کردن، عرف فهم کردن، برای هر یک ملت و مردم و عرف و عادت و زبان و ملت فهمایشان پیدا شدن ترجمه کرد، معناداد کرد یک و یگانگی تو را، عظمت و کبریای تو را. آن مقدار تو را ما قدرت و توان شناسایی و آشنایی و قدرت و توان داریم. اصلش در نزد شریعت ایمان هر یک انسان مقداری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشد، ایمان هر یک کدام ما و شما، ایمان هر یک مخلوق موجود تا روز قیامت اندازه است که محمد صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشد، اندازه است که خدای را دوست داشته باشد و کتاب خدا را که حضرت خداوند تمام عالم وجود را گفت که محمد را پیرو شوید و در دوام آیت آخری آیت گفت که و نور الذی، نوری که با او همراه انزلناه، نوری که همراهی او فرستاده قرآن را پیرو شوید. و بعد کسی بگوید که خدا گفت من اطیع الله و
اطیع الرسول. خدا را پیدا شوید، محمد صلی الله علیه و سلم. از قرآن گپ نزد، از کتاب گپ نزد که قرآن را تابع شوید. نور، چراغ در شب، در روز، در زندگانی، در زن و شهوری، در خورد و خوراک، در کسب و کار، در معیشت شش جانبه زندگانیتان قانون خدا، نور خدا، جمال خدا این قرآن است. نوره که همراهی محمد صلی الله علیه و سلم با فرستادیم. یعنی ایمان هر یک مخلوق موجود به قدر دوستی خدا، به قدر با خدا را دوست داشتنه. کسی خدا را دوست نداره، نعوذ بالله، اگر چند او به زبان تلفظ نکنه ایمان نداره او انسان، او مخلوق ایمان نداره. تمام مخلوقات و موجودات خدا را دوست داشته و دوست داشتن خداوند بالای مسلمانان و کافران و دینداران و بیدینان و اهل شریعت و غیر شریعت بالای همه فریضه است. بعض فرایض است که بالای کافران فرض است. حتی نزد اهل تفسیر در نعمتها شکر کردن خدا بنابر عموم کافران را در خطاب آورده است. یعنی بالای آنها نعمت خدا را شکر کردن فرض می باشد. بالای مسلمانان اعظمی فرایض، اگر چند بعضیا که حل الحق گفتن در جسد آدم حلق شه، دهنش و شکمش از حلال پر کردن، از حرام پرهیز کناندن باشد. یکی اعظم فرایض محبت خدا، دوست داشتن خدا. ایمانی ما و شما مقدار خدا را دوست داریم. ایمانی ما و شما و تمام خلق مخلوقات مقداری که رحمت للعالمین را دوست داریم. ایمانی ما و شما مقداری که ما قرآن را، کتاب خدا را، در یک اسلام یک قرآن بود، یک کتاب بود و یک کتاب 100 کس قرآن خوان میشه. حالی در یک خانه 50 قرآن است، یکی در خانواده قرآن خوان نیست. آدما اشک مریم تصدیق میکردن، یاد خدا و رسول خدا، یاد قیامت و شریعت خدا میکردن. اشک مریم یک دانه خالی. حالی در خانه ها حاجی ها همی تصدیق آوردن، بعضی ها از 100 دانه تصدیق یاد داره، یکی در دستش تصدیق نداره، در کیسهش تصدیق نداره، یاد خدا در زبان نداره، در چشمش یاد خدا نداره، در دماغش یاد خدا نداره. برادرانی عزیز مهربان، نعمت از این بالاتر و بلندتر نمی شود که حضرت خداوند جل جلاله به علم قدیمش، به ازلیت و ابدیتش چه گفته؟ بالای همه عالم وجود انا خلقناکم. حضرت ایشان علامه مرحوم خدا رحمتشان کنه، استاد کلان، شاگردای استادای کلان میگفت که سنگت میکرد چیکار میکردی؟ خوگت میکرد چیکار میکردی؟ آدمت کرد، آدمی زادت کرد، امتی محمدت گردهانی، تو شکر نمیکنی. این خدا را دوست نمیداری، بیان نمیاری. این خدای است که تمام مخلوقات و موجودات از هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له. صفا را بگیره بچه، بچه صفا بگی، بچه صفا بگی، صفا بگی مگم، صفا بگیره. نیست بیاین روتون از سینی قبله بگردونه. بیاین.